خفه شو بابا. امیر شاید باورت نشه من نزدم. امیر بتونی تو همین این یه سری ها رو کتلت کنی اصلا. آره بابا علی بابا نامردیه. ببخشید. سلام آقای خیلی مختار با اومدی شما خیلی خوش اومدید به پرتگال سری بازی سمی. امروز با همین اومدیم دوباره اون بازی لعنتی قایل موشه قرار تا میتونیم هم دیگر رو کتک بزنیم تا ببینیم توی این چلنج لعنتی کدوم برنده میشیم. برو بریم سراغش. Let's go. خب رفقا خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا همینطوری که میبینید من سیکانم منم که کرکودیلم دستام کنده. آقا برو ببینیم میتونیم هم دیگه رو تشخیص بدیم یا نه. بیا وسط گل ببین دیگه بیمار منه. آقا مپ اول اومدیم باغ. قضیه از این قراره که تو این باغ هر چند ثانیه بار آفتاب یه نفر رو میسوزونه و معلوم میشه رباته. ما باید تو این وضعیت فرار کنیم و امیر رو پیدا کنیم. بذار اول خب من خودم پیدا کنم. من چپ سمت پایینم. نگاه کنید دارم چپ سمت پایین. خب امیر رفتاره غیر طبیعی نشون بده ببینم کدومی گوزو. یه نگاه واسه من خود وایسا من برو من بگم کدوم کوچکترین کاری بکنی شلوار در آوردم. اینی؟ وای چشاشونو میبینی همین قیافت جناب خدا. علی الان داری حالا چه کاری هستی؟ حالا چطور؟ همینجوری چشم رو ایتهی میکنم جرأت داری امیر اونایی که اون بغل نها کن اومدم پیکنیک رو نگاه کن تو بالا اونا رو نگاه چه بالن. من حس میکنم. آها سلام. بابا من فکرم تو مونی. آقا یادتونه دیگه کوچکترین حرکت اضافی بکنه میفهمیم کدومه و میتونیم اینجوری بزنیم کتلتش. ببین گونت نمیکشم. سیزه تو رو نگاه امیر دیگه تپ کردم. آقا واسه مپ بعدی اومدیم زندان. اینطوریه که زندان یه نوری داره که رو هر کس بره معلومه که اون آدم ربات هست یا نه. آقا من دوباره دست چپ پایینم. نها کنید دست چپ پایینم. امیر یه چیزی هم توضیح بدم. هر موقع که گند کاری کنی میتونی بری رو نورا رو اون سبزا کل محوطه رو تاریک کنی. خب ببینم تو نور امیر میاد یا نه. او چه استرسی. اوه یه نور دیگه روشن شد. تاریک بازی کجا رو زدی؟ اینی؟ نه این نیست. شد نزدم پسر امیر این حاجی من نمیتونم پیدا سرت علی سر فرار علی اون یارو خیلی طبیعی بود. چجوری دیدی چشایی عقابیمه. میدونی باید چیکار می‌کردی؟ باید طولش بدم تا دوباره لامپا روشن بشه خاموش من خوشحالم کاراکتر اسکل منو دیشان بی تربیت تو اونی. آقا واسه مپ بعدی اومدیم شاولین. اینطوریه که ربات‌ها دیوونن و خیلی رندوم میان باهات فایت میکنن. بچه منو باری سمت راست پیدا کردی خودتو؟ آره کجایی؟ علی جان سلام. شما داری در چه حالی هستی عزیزم؟ گفته باش که رباتا فایت میکنن دیگه. ببخشینو. و چه حالی میده؟ وای همین کپ کردی ها همین. بابا اصلا نمیدونم دارم چیکار میکنم. هیچکی رهبر غیر معمول نشون نمیده. یه کار خیلی غیر معمول کردم نفهمیدی. خفه شو بابا.
گوشت اشتباه خورد باد زده داشتی. خدا لعنت بابا با تو اولی من همه کم دارم. بیا بقل عموی. آقا مپ بعدی آوردمون تو تئاتر. قضیه از این قراره که یه سری آبجکت ها توی این وسط میاد که میتونیم از اونها استفاده کنیم. بچه من یعنی خورشیده؟ پیدا کردی خودتو گفتی بچه ها؟ من در خودم پیدا سکولانه خودشون پیدا نکرده. امیر پشت اینا میتونیم درگیری کنیم. فهمیدی قانونشو؟ پشت اینا میشه درگیری کرد. من یه گوگل مقبولم. ما همه گوگل مقبولیم. Oh shit! Oh shit! ببخشینو برای چی اون رو با وای فکر نمی‌کردم اونجا باشی. من این بر بودم شانسی دیدم زدن من رفتم پشت درخت کتک زدم. آها یک شده دوباره. آقا اومدیم یکی از باحال‌ترین مودای بازی. ما یه دونه مربی داریم، هر کاری میکنیم همه انجام میدن، هر کی انجام نده معلومه که ربات نیست. اول خودتو پیدا کن سریع. اول خودت پیدا کن. وای نه بچه من بالا سمت چپ. بالا سمت چپ. دیدی؟ نه دیدم. اوه یک دو سه چهار همه. همین نزدیک کسی باسی کنه ندادی گلا. حواست باشه. بابا جای بابا چه حالی دارم بکنم. چه دیوونه خونه یه بسن. امیر بتونی تو همین هنگ یه سری ها رو کتلت کنی اصلا. آره بابا علی یارو سست خوشگاه. بابا توی اوزگل زودتر وای خیلی داشتی رد میشدی قار میگذاشت بر کمرت. خیلی بابا اسکول ادمه از اسکول بودن چجوری بدن علی سب کردی حقته. باچه من دیدمش یارو گذاشت پسه که انگار بالا پاش در اومد مثلا. آقا این سری اومدیم تو سوپرمارکت یه لیست خرید داریم که همینجوری که اینجا نشون داده ضایعمون میکنه. الان هر کی سمت این دونه بره معلومه که آدم مشکوکه. بچه‌ها بالا سمت چپ اینجا من کردم میچرخم بالا سمت چپ. خب الان اگه کسی سمت هندونه بره یعنی مشکوکه. اوکی خب برم خودم. خب اول بعد آها به ترتیب یعنی اینجا من آره دیگه داداش به ترتیب دیگه. تو رفتی یه چی دیگه رو برداشتی حیوان علی. آقا هر کسی بالاخره باید اونو پر کنی. وای نمیبینم اینجا واسه بگردم فقط. من یه گوگل مگولم تو یه گوگل مگولی. امیر لعنتی چی داری برمی‌داری که من نمیفهمم؟ بابا خیلی زیاده من خودم هم نمیفهمم کی به کیه. امیر هرکی زودتر تموم کنه برده. دروغ داری میگی احساس میکنم. نه بیرون بیرون. چیکار کردی؟ برو بیرون. میگه من همه چیم کامل شد حالا باید برم بیرون از سوپرمارکت. وای بسته شد. امیر بعد عباس یه راه دیگه باز شد. خداحافظ امیر. برو بر بیرم بابا اسکول. بابا برو. زدنی من پشتی تو بودم. وای مشتو بگردم تو پردم. چقدر قیافه سیچارم بالا. خیلی هم زشتی تاونی. آقا تو توضیحات این مپ اومدیم بتل. امیر باید فقط زنده بمونی یه جوری. خوراک اول خودتو پیدا کن. وای من خودم نمیزنم. بابا من خودم یا بالای بالا وسط. امیر بابا من کدوم امیر دا هنوز پیدا نک. اوی امیر بپرس سیاهیاش معلوم میشه که کدوم برمیاد. آها پیدا کردم. ببین از فرار کردن ها میتونی بفهمی دیگه همین کی داره چه فرار میکنه. ربات احمقن نمیفهمن. بله کنم دیدمش امیر رو داره مثل گلاب. امیر
ببخشینو یه درگیری تن بزن بابا من زدم رباته چرا بعد منم زدم میستادم علی اصلا خیلی خرید من پس کله کچل رباته رو چرا گیره خود خری خیلی خوب بود دلت صاف آجی من قشنگ شلاختمه تا لطی بستم من مشتر زنی من چیزمه آقا مود بعدی مدرسه است 4 نفر آدم غریبه میان تو مدرسه هر کی بره دمپر اینا و نزدیکشون بشه 4 تاشون رو یه دستی بهشون بزنه برنده است اوکی اول خودتو پیدا کن اول خودتو پیدا کن بچه من بالای بالا هستم اینجا من پیدا کردم جان خود اول هر کی بره سمت این معلومه داره قشنگ داره میخواره دیگه قشنگ معلومه قشنگ معلومه میشه قشنگ معلوم بخون بابا قشنگ وستادم ببین میمونه ببین اون پایین گم که رو کالکتش کردی اینو دو نفر سگ داشته باشی وایسه دور شدید نه آقا هر کی هم به 5 برسه بازی تمومه آقا اومدیم مود فضاپیما میگه هر موقع که احساس خطر کردی باید بری تو تلپورترها یه سری حالت چجوری بگم پورتال اول خودتو پیدا کن قیافه ها رو همین قیافه ها رو وای من خودمو پیدا نمیکنم چون من راست بالای بالا اینجام دارم میچرخم دور خودم آقا من پیدا کردم امیر احساس خطر کردی باید بری تو تلپورتر چه وای چقدر یا علی امیر اونا مویدن تو کدومی گوزو خفه شو بابا چجوری فهمیدی؟ داشتی اونی میرفت مثل اصلا معلوم بود انسانی برگشتی عقب بلاچه خیلی بلاچه خداییش لاوردیم آقا سه دیدمه آقا با همین محمد کارخانه اومدیم مود کارخانه کارخانه دستی از این قراره هر چند ثانیه یه بار یه دستگاه میاد یه چهارم کل محیط رو از بین میبره اول خودتو پیدا کن سریع سریع پیدا کن وای من نمیدونم کدومم من پیدا من کردم پایین سمت راستم من پایین پیدا کردی خودت جان آره من وسط بچه خنده وسط باستانه امیر بپا بزنه کدتت کنه دیگه تمومه فکر کنم فهمیدم امیر فکر کنم کدت شدی الان نه نشدی نه اینجا بچه زرنگی یه غلطه ای داری امیر رفتار غیر انسانه نشون بده بابا من میخوام ببینم تو کدوم اوی سرعت زیاد شد همون بدن باستانه بالا بستن علی داری چه غلطی میکنی فهمیدم کدومی بیا اینجا چی؟ داشتی زدم آپرگات آقا 4 امیر 3 من آقا یکی از مودای خیلی باحال دیگه از مایکرا هر کاری که دیجی میکنه ما باید تکرار کنیم اگر نتونیم انجامش بدیم معلومه که ما یه انسان بزمون امیر هر کاری دیجی اول خودتو پیدا کن وای من نمیدونم کدومم امیر من میدونم کدومم یس بیا برو کامان دود امیر من هنوز خودمو پیدا نکردم هیچ چیزی خودمو پیدا نمیکنم امیر چی داری میگی؟ بچه من بالا وسط خب کارهایی که میگه الان وسط میشم خب کار ببینم چجوری سوتی میدی او امیر باید شبیه اینا بریم فهمیدم ولی گمت کردم جان
دومت فهمیدم کی هستی ولی اون لادو آقا پایین وسط هم شروع شد. اوه بیبی کامان بخواب بابا. من فکر کردم اون بالایی سمت راستی تویی. آقا 4 میریم واسه فینال. آقا ما همه مپای بازی رو بازی کردیم و واسه فینال میخوایم رندوم بزنیم. آماده ای؟ آمادم. 2 1 زندان بازی. آقا لذت آقا زندان آخرین مأموریت ماست. خودم پیدا بکنم. جون مادر سریع بود. بچه‌ها من بالا مثلا ای علی بلا احساس کنم میدونم کدومایی. تو نور ببینمت. خواهش وای نور دوم. نه چه وای همین گیت شدم. نمیدونم چه غلطی دارم میکنم. بابا منم نمیدونم دارم چیکار کنم. همین احمق چرا تو کسی رو نزدی برقو خاموش کردی دوست مونگول. دارم خوشم میه. علی چیکار کردی بلا؟ همون کار خودتو با خودت انجام دادم. آقا من بالا وسط نردام بالای نردام نمیبینم تو این نور کثافت. بکنم دیدم. یه من نگاه خدا چی کار میکنه. نمیزم خیلی خستان داری. اون بالا سمت نردام. وای 3 تا نور شد. بابا وای امین حاتم جوان. ببینه. وای چطوری دیدی؟ خیلی عادی بودم. خیلی تو نور دیدم. من واقعا بیماره. آجی خیلی بازی باله. واقعا حیفه چرا این بازی معروف نشده. رفقا اگر دوست دارید این بازی رو 3 نفره با هاشم بیایم دهن هم دیگه رو سرویس کنیم، لایک کنید ویدیوی لعنتی رو 5 تا برسونید و تو کامنت ها بنویسید علی سیچان. اگه دوست داشته باشید میریم 3 نفره تا میتونیم هم دیگه رو کتک میزنیم. جیگرتون رو برم. کات. پول ندارم ولی کلی باجی دارم. عشق من گیم و علی کامیکسم. پول ندارم ولی برندم چون تو یوتیوب علی کامیکس میدرخشم چون